دوستان عزیز خوش اومدم آموزش فناوری برای خانم. امروز اومدیم یک ترفندی رو بهتون بگیم که توی ویندوزتون، توی لپتاپ، توی کامپیوترتون بتونید ویندوزتون رو، درایوش رو هم بزرگ کنید، هم دیگه فضای داخلیش پر نشه و بتونید با این کار فضای داخلیش رو بزرگتر کنید که بتونید برنامه‌های بیشتری رو جا بدید و بتونید بهتر از نرم افزارهاش استفاده بکنید و و هاردی که روش نصب کردید ویندوز رو، درایوتون، که بتونه حجمش بره بالاتر تا اینکه به درایو جدید نیاز نداشته باشید. ممنون میشین که این ویدیو رو هم به دوستانتون معرفی کنید. دوستان خوش اومدید با ها اومدین توی تنظیمات چه لپتاپ چه سیستم خودتون، یعنی کامپیوتر یا لپتاپتون، میتونید یک کار خفن رو بکنید. کلا درایو ویندوزتون پر میشه، خیلی زود پر میشه. یه دونه حرکت ساده است که میتونید این رو انجام بده. هرچی دارید تو درایو بعدیتون اونو خالی میکنید توی یه فلش، یه درایو جدیدتر، یعنی یه درایو بعدی که دارید. بعد میایید تو تنظیمات هارد رو باز میکنیم. خب تنظیمات هارد رو باز میکنیم. خب این گزینه رو توی هارد میزنیم و اینجا خب انتخاب میشه. خب این رو حذف میکنیم، اینو حذف میکنیم، اینو میزنیم و اینجا یه گزینه انتقال داره که انتقال میدیم به خود ویندوز، یعنی درایو ویندوز. اون انتقال داده شد به اینجا. خب اینجا رو میبینید که دیگه هیچی توش نیست. الان یه کاری رو میتونید انجام بدید. یه دونه درایو رو خودتون ایجاد کنید با فرمولی که داریم. یه ذره طول میکشه تا اینجا رو باز کنه. خودش باز کرد. خودش دو تا پیشنهاد رو داده. خب یا پیشنهاد خودش رو استفاده بکنیم یا این پیشنهاد رو بهتون میدم. خب خودش ایجاد کرد. 2000 تا رو دادم، خودش ایجاد کرد. ببینیم چقدر تا اینجا حافظش. خب حالا 19053 تا شده. من یه بار دیگه اینو پاک میکنم و تقسیمش کنیم. همون 2000 تا رو بهش دادیم. خب دیگه کارش نداریم، همونجوری میریم جلو. 2000 تا رو دادیم، خودش اینجا باز کرد ایجاد شده رو. 19400 از 19005 تا شده. اینو من حذفش کنم از اینجا. خب اینو حذف میکنیم، اینو باز میکنیم، دوباره اینو میزنیم، انتقالش میدیم.
خب حالا اینو میزنیم دوباره باز میشه. دویست و 16% رو از هارد ویندوزیمون دوباره انتقال دادیم به اینجا. باید ما بین این دوتا انجام بدیم که این ویندوز دیگه اینجوری مشکل پیدا نکنه. ممنون میشیم که این ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید. از چنل های یوتیوب آپارات ما جا نمونن.